یه روزی معلم به شاگرداش گفت فردا همتون باید چند تا گوجه فرنگی با خودتون بیارین مدرسه، ولی یه شرط داره. روی هر گوجه اسم آدمی رو بنویسین که ازش بدتون میاد و به همون تعداد آدمی که ازشون متنفرید گوجه بیارین. بچه‌ها گوجه ها رو آوردن. بعضیا 2 تا گوجه داشتن، بعضیا 5 تا، بعضیا حتی 20 تا گوجه توی کیسهشون بود. معلم گفت تکلیف این هفته‌تون اینه که این کیسه ها رو هر جا که میرید با خودتون ببرید. بچه‌ها قبول کردن. چند روز که گذشت گوجه ها کم کم خراب شدن و بوی بدی گرفتن. بعد از یه هفته معلم از بچه‌ها پرسید این یه هفته چه حسی داشتیم؟ همه از بوی بد گوجه ها شکایت داشتن. اونایی هم که گوجه بیشتری داشتن از سنگینی کیسه و بوی بد بیشتر غر می‌زدن. معلم لبخند زد و گفت این دقیقاً شبیه چیزیه که توی قلبتون حمل می‌کنید. وقتی از کسی متنفرید، اون نفرت رو همه جا با خودتون میبرید و اون قلبتون رو خراب میکنه. اگه نمیتونین بوی گوجه های گندیده رو فقط چند روز تحمل کنین، تصور کنین نفرتی که هر روز با خودتون حمل میکنین چه بلایی سر قلبتون میاره. قلب مثل یه باغه که نیاز داره مرتب از علفهای هرز پاک بشه. کسایی که ازشون متنفری و ببخش و اینطوری فضای قلب تو برای چیزای بهتر باز کن. در صفحه ما محتوایی هست که کمکت میکنه هر روز 1% بهتر بشی. بهمون ملحق شو.